غم اگر ترکم کند تنهای تنها می شوم. دوست اگر یادم کند سلطان دنیا می شوم. دوستی حقیقی انا اون شخصی است که همیشه از حال و احوال دوستش پرسان می شود. همیشه حال و احوال او را می پرسد و خبر می گیرد. دوست روز یکی نزد دیگرش می آید، میگوید دوستم به 400 سومون نیاز دارم. 400 سومون. دوستش باشد در حال به خانه می رود و 400 سومون را گرفته آورده می دهد و زیغ می شود، گریه می کند. زنش میگوید خیر نمیدادی، آخر بهانه می کردی، میگفتی ندارم. دوستش میگوید نه، من برای اون 400 سومون زیغ نیستم، من برای اون زیغم که از حال و احوالش نپرسیدم، از حال و احوالش خبردار نشدم. او مجبور شد و خود به نزد من اومد. دوستان زنده باشید، دوستان زنده باشید. چند نفر دوستانم هستند در شهر غریبی. همیشه سلامت باشید، سربلند باشید. برای شما موفقیت را خواهانم. غریبان همه شما دوستی من هستید. همیشه سربلند باشید. در کارهایتان موفقیت دوستان من. خداحافظ. السلام علیکم.